با عرض سلام و با عرض ادب برنامه 1001 اندیشه را آغاز میکنیم. امروز در برنامه داریم مؤلف برنامه 1001 اندیشه، آموزگار، روزنامه‌نگار، مطرب و آوازخوان غیرتشاه احمدزاد را. خوش آمدید به برنامه خود. تشکر زیاد، جهان سپاس از شما. ز دستم بر نمیخیزد که یک دم به تو بنشینم، بجز رویت نمیخواهم که روی هیچ کس بینم، که روی هیچ کس بینم. تو را من دوست می دارم خلاف هرچی در عالم، اگر رخنه است و بر جانم، اگر تن است و بر دینم، ز دستم بر نمی خیزد که یک دم به تو بنشینم، که یک دم به تو بنشینم. جهان سپاس استاد، خیلی خوب میخونید. خواهش میکنم. اصلا برای چی و برای کی میخونید؟ یعنی منظور شما سرود خواندن؟ آره. براستی که برای خودم بیشتر میخوانم و در خانواده برای خانواده و باز دوستان عزیزانی که گاه دور هم میاییم، محفل خیلی خورد اونجا میخوانم. کسی گفت که زشت میخونید؟ اولین بار میشنم که شما میگویید. دیگه کسی دیگه در پشت در گفت ولی در روبرویم شما گفت. خب این حضرت بود. هر چی باشه. شما که هزاران نفر رو خب اینجا سوال باران میکنید، مقصد تکلیف ما هم همین است که شما تاب میارید؟ خب دیگر این قضاوت از بیننده عزیز است. تو کجا تاب میارم نمیارم؟ خب بیاید از همین سوال خیلی معمول شما آغاز میکنیم. آینه را دوست خود میشمارید؟ آینه بهترین دوست است. از شانه دیده آینه دوست است، چرا که آینه در روبروست، شانه با مو هست. یعنی از میگد که از قفا رفته مو به مو گوید، ولی آینه همیشه رو به رو گوید. ولی همین آینه رو باید دوست داشت. آینه کمبودی تو را میگوید. زندگی رو چیش برای شما خوش است؟ حالا ببینید، وقتی که صبح از جا بر میخیزید، نفس هست، چشم هست، دست از پا هست، همه هست. این دیگر زندگی است. و از خانه که به در میشوید، دوستا را میبینید، عزیزا را میبینید، مردم را میبینید. این همه زندگی است و این را باید دوست داشت، چون زیستن هم یک نعمت است که این نعمت را باید گرامی داشت. خب زندگی که لحظه لحظه عمر شما رو میگیرد، چرا دوستش میدارید؟ درست میگید، ولی حالا اگر دوستم اصلا آن کسی که خب جان رو میگیرد او را دوست نمیدارن، همین گونه است. ما اگر خواهیم نخواهیم عمر میگذرد. برای همین عمر تا جای دوست داشت و عمر خوش گذراند، چون میگذرد به هر صورتی که باشد میگذرد. از چی در زندگی میترسید؟ براستی که از تهمت میترسم و از دروغ گفتن و از همه بد با دو چهره زیستن. هرگز نبودم یعنی و نخواهم. دو رویگی. بله. بعضی این رو خوش دارن؟ نمیدونم، اونا دیگه خودشون میدونن، من نمیدونم. دوباره زندگی از سر بگیرید، اگر پشت کدام کس میشتابید؟ دنبال همین بودم و دنبال روزنامه نگاری بودم و اگر هیچ نمیشد میخواستم که آموزگار شم، چون آموزگاری بسیار کسب پرشرف است. راهنمایی انسان ها میکنی، این بسیار کاری بزرگ است. دنبال اون گفتین؟ اونه که من درک نمیکنم اصلا. شاید اون چیزی برای شما چی ارزش بلند دارد؟ این هم نوای دل میشود، بعد برای این دوستش میداری.
اون رازی که با کسی گفتن جرأت نداری تنها با همین میگویی. برای این عزیز است اونایی که ایره میدونن. این نمیدونم یگانه اسباب باشد چون آغوشش میکنه بعدا صدایش میبرد. این خب نمیدونم شاید از دیگر اسباب های موسیقی فرقیت دارد یا که نمیدونم چی دارد این که شما اینقدر دوستش میدارید. همین اکاردیون ارکستر دارد در خودش، در ترانه و در هنر و فرهنگ ما خیلی جور است. تا جای من میدونم احمد ظاهر الگوی شماست. خب او را همه دوست می‌داره دیگر، چون در اون پایه حالا کسی نرسیده است بیشک. اما دوستداری شما خیلی فرق کننده است اصلا. خب مخلصش هستم دیگر. دیوانوار نه، یا خیلی هوشیارانه هوشمندانه دوستش می‌دارم، احترامش می‌کنم. چرا که و شما پیرو احمد ظاهر هم هستید. من همگی صدا و هنرش را احترام میکنم، ولی پیروی کردن با او مشکل است، چرا که حنجره او را کسی دیگر ندارد. تا امروز کسی هم نداشت و دوست داشتن من و احترام به احمد ظاهر به خاطری است که سالهای 80 در دوشنبه قریب مردم میخواستند که به زبان غیر تاجیکی حرف زنند، ولی احمد ظاهر با گوگوش این دو نفر از اون طرفی مرز توانستند که مردم را باز بکشن به این فرهنگ و به این زبان و به این موسیقی تاجیک. بیاید یک آهنگ احمد ظاهر رو در اینجا می سرایید. مایلش، ولی با اینجا من از نوار بردار باید خواهش کنم که من کمک کنم در تبل. رستم جان. دلم در عاشقی آواره شد، آواره تر بادا، تنم از بدلی بیچاره شد، بیچاره تر بادا، تنم از بدلی بیچاره شد، بیچاره تر بادا. با تاراجی عزیزان زلفی تو عیاری دارد، با تاراجی عزیزان زلفی تو عیاری دارد، با خون ریزی غریبان چشمی تو عیار تر بادا. دلم در عاشقی آواره شد، آواره تر بادا. گر ای زاهد و ای خیر میگویی مرا این گفت، گر ای زاهد و ای خیر میگویی مرا این گفت، که من آواره ای کوی بتان آواره تر بادا. دلم در عاشقی آواره شد، آواره تر بادا. چو با تر دامنی خو کردی خسرو با دو چشمی تر، چو با تر دامنی خو کردی خسرو با دو چشمی تر، زیابی پاکی چشمی دامنت هموار تر بادا. دلم در عاشقی آواره شد، آواره تر بادا. دلم در عاشقی آواره شد، آواره تر بادا. تنم از بدلی بیچاره شد، بیچاره تر بادا. تنم از بدلی بیچاره شد، بیچاره تر بادا.
نخستین نفری هستم برای صنعت و هنر شما چپک زده باشم. تشکر زیاد از شما و جهان سپاس که ما را دعوت نمودید به برنامه بسیار دیدنی و شنیدنی و زیبایتان. خب بار دیگر خوش آمدید، صفا آوردید به برنامه ممنون. خود. خیلی میگویند که صنعت سرحد ندارد. خب این ربطی دارد به صنعت شما؟ کلا ربطی نداره. چگونه؟ هنر من در یک محفل بسیار کوچک و خورد و از اون بیرون نه، از خانه بیرون نه، از همین استودیو حتی بیرون نه. سال نو میلادی است. ما خواستیم این محفل رو برای همون بیننده های سینمایی بخشیم. بله. خب بیاد میگذاریم به بخش پرسش و پاسخ. باشد. با افندی خش و تباری داره؟ نه کلا. منظورم رو درست فهمیدید البته. یعنی لطیفه گفته؟ بله. خب مثل همه دوستا منم چیزی میدونم میگم تلفن های موبیلی همراه نه برآمده بودن و یک گروه دوستا میخرن و یک نفر دیگرشون هم نداشته است. و دوستا میگفتن که تو نداری این و اون و او وقت تلفن آیفون بود است. بعدا ایم میرد قرض و فرض میکند و میخرد میارد که در پیش بچه ها دوستاش نشانده که منم تلفن دارم. بعد در همین جایبی پشت میماند میاد که در یک خرک همه نشستن این هم میاد روی خرک میشیند که یک صدای شکستن میشنود و میگه که خدایا همین میانم باشه خوب است. خوش مقصد که نشکنه وای تلفن. بحثی فلسفه رو دوست می‌دارید یا بحثی سفسطه را؟ بحث فلسفه را براستی هر جا که علم است اونجا را همه بعد دوست داره. چرا که یک انسان سرمایه داره ولی دلش روشن نیست، همیشه دنبال فکری همان است. ولی یک انسان شاید هیچی ندارد ولی علم دارد، دانش دارد، فضیلت دارد، فرزانه هست، همیشه دلش روشن است. این یک چراغ در سینه او همیشه فروزان است. برای همین بحث فلسفی، بحث علم، بحث ادبیات اینا بسیار زیبا هستند. سفسطه خوب نمیدونم اگر کسی دوست دارد. بارش شده است که از خود گریخته باشد و دیوانگی را اختیار کرده باشد. خدا نکند که یعنی این به معنای مثبتش، یعنی به معنای مجنونی. مثبتش گاه انسان وقتی افسرده شدن میخواهد که از خود بگریزد ولی چنان گریزد که افسردگی رو کنار بگذارد و خودش با خودش گریزد ولی از خود نه بلکه از اون افسردگی ها. چه چیزی بود که ما نپرسیدیم؟ هزار یک حرف در این سینه نهفته است که شما نپرسیدید ولی برای دفع دیگر باز میگذاریمش. خب چون ما در عرفه تجلیل سال نو میلادی قرار داریم و این نمایش کوتاه که ما هم برای همین فراغت و لذت دیگه بیننده ها بود. تمنای شما یعنی تمنیات شما. من یک آرزو دارم که مردم خود را احترام کنند. انسان وقتی خود را احترام کرد دیگران را حتما احترام میکنند. نه از نگاه تکبر، از نگاه کبر و غرور نه، از نگاه عاطفه های انسانی. اگر ما به خود احترام گذاریم این است که به دوست خود احترام گذاشتیم. احترام کردن خود احترام کردن دیگران است. دیگران را دوست داری احترام کنی، با محبت با صمیمیت معامله مناسبت معاشره کنی، اونها هم تو را دوست میدارن. اگر ما میدانیم ولی اعتراف نمیکنیم در سینه. اگر ما بدانیم که زندگی یک بار است برای ما و دوباره ما بر نمیگردیم به این روزگاران زیبا، همین را اگر دانیم پس خلاصه میکنیم که همگی یکدیگر را دوست داریم، احترام کنیم، لبخند داشته باشیم برای یکدیگر، در کوچه، در خیابان، در خانه، در هر جا که باشیم با هم لبخند داشته باشیم و یکدیگر را احترام بگذاریم. انسان به انسان احترام گذاشتن احترام به همه مقدسات است. ما هم شما رو احترام میکنیم و هم تمام بیننده ها را و هم در شما و هم در بیننده ها تنها و تنها تبسم را خواهانیم. تشکر و به شما نیز همچنان
و به برنامه زیبای ادانه که شما کردید به این هم میخوام که همه بشنوند و ببینند و لبخند بزنند، تبسم کنند و از همه بیش بیننده های عزیز و بیننده های زیبای ما که واقعا انسان های شریف هستند. هر یک بیننده وقتی که ما را تماشا میکند پس اون محبت با ما دارد که تماشا میکند، پس ما هم همون محبتی رو باید برگردانیم. ما برنامه های خوب و زیبا، ما که چیزی برای تماشا کردن نساختیم و شما هم چیزی برای تبسم کردن نگفتین در اینجا. شاید در آخر برنامه یک چیزی منظور بنده همین برنامه نیست، یعنی این برنامه که در مجموع شما آماده کردید من این را در نظر دارم. جهان سپاس برای تکلیفتان در برنامه خود. خیلی داشتیم ممنون در که برنامه مرا به برنامه به قول شما 10:01 دعوت کردید. تشکر. زنده باشید. داشتیم در برنامه مؤلف برنامه 1001 اندیشه غیرتشاه احمدزاد و نواربردار همین برنامه که در دست طبل دارد رستم پیر محمدزاده. خوش آمدید. ولی نکند که از این به بعد برنامه را صاحبی کنید. من یک روز فقط برای اجازه دارم. من چون این فلسفه را دوست نمیدارم. چون شما فلسفه را دوست میدارید، من فلسفه را دوست نمیدارم. من عباره دویمش را دوست میدارم.